امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای با وظیفه‌های راهبری و فرماندهی در ساختارهای نظامی و قدرتی تعیین شونده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان با وظیفه‌های دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی تاجیکستان اوید به مسائل مینها، معاون یکم و معاون دیرکتور اجنسی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرداری ستاد اجنسی نظارت مواد نشاور، معاون یکم رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و معاون یکم سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه کادرهای صاحب تخصص و جوان و ورزیده این ساحه‌ها تعیین گردیدند. در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچنین کادرهای کارآزموده این ساحه‌ها با وظیفه‌های کماندیران قسم‌های نظامی، کمیسران حربی در یک قطار شهر و ناحیه‌ها و دیگر ساختارهای وزارت مدافع، رهبریت چندی از ریاست‌های دستگاه مرکزی کمیته دولتی امنیت ملی و ریاست و شعبه‌های آن در یک چند شهر و ناحیه‌ها، سرداران ریاست و شعبه‌های گوناگون اجنسی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرداران ریاست و شعبه‌های اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا و رهبران مؤسسه‌های اصلاحی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در شهرهای دوشنبه خوجند و ناحیه یوان تعیین کرده شدند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان آنها را به خدمت صافدلانه و صادقانه به مردم و دولت تاجیکستان، معامله خوب با مردم، راه ندادن به عملهای کورپسیونی، درست به راه ماندن مبارزه با جنایتکاری بخصوص جنایت‌های سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، برطرف‌سازی شرایط به جنایتکاری مساعدت کننده در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی و با کسبیت بلند تربیت نمودن کادرهای جوان و در مجموع به آمادگی همه‌جانبه به حفظ مرز و بوم و امن و ثبات کشور هدایت نمودند. تاکید گردید که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی و کار با شهروندان منفعت‌های دولت و مردم کشور همیشه باید در جای اول گذاشته شود.